عبادت سه عنصر مهم و اساسی داره. خشوع و خضوع در عبادت چی هست؟ اطاعت چرا مهم است در امر عبادت؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خدمت همه شما خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم که همه شما خوب و صحتمند و سرحال باشین. والله متعال سپاسگزار هستم که برای همه ما شما توفیق دادن و خصوصا برای من توفیق دادن تا یک برنامه دیگر از برنامه‌های رمضانی و با یک موضوع مهم و اساسی که عبادت در ماه مبارک رمضان می باشه باز هم توفیق یافتیم تا در خدمت شما عزیزان قرار بگیرم. الله متعال زیبا در قرآن کریم می فرماند که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. صدق الله العظیم. عزیزان گرامی، همه قسمی که من براتون اشاره کردم، هدف بحث ما عبادت می باشه. خود عبادت یعنی نهایت خضوع، محبت و اطاعت آگاهانه از الله متعال در هر کاری که او راضی باشه. یعنی که خود عبادت در حقیقت خضوع است و نهایت محبت و اطاعت از امر الله متعال، و الله متعال چیزهایی را که برای ما و شما امر کرده که ما باید تو را انجام بدیم، برای میگن عبادت. اما شرط داره و شرطش است که باید با خشوع و خضوع و باید با محبت انجام شود. همین قسم که آیت ما برای شما تلاوت کردم، و ما امروا الا لیعبدوا الله. الله امر کرده برای ما که الله را عبادت کنیم، مخلصین، در حالی که مخلص باشیم یا عبادت خالصانه انجام بدیم. عزیزان گرامی، عبادت سه عنصر مهم و اساسی داره که او عبارت از خضوع و همچنان محبت و اطاعت می باشه. عزیزان گرامی، خشوع و خضوع در عبادت چی هست؟ یعنی فروتنی واقعی در حقیقت از زیبایی های عبادت است. یعنی اگر ما واقعا میخوایم از عبادت خود لذت ببریم، در حقیقت ما باید با یک فروتنی، با یک دل واقعی در مقابل الله متعال استاد شویم و عبادت الله متعال انجام بدیم. دوما محبت است. عزیزان گرامی، محبت در عبادت از مهمترین و اساسی ترین موضوعات عبادت همین محبت به شمار میره. ببینید چطور اگر یک شخص محبت به الله متعال داره، در حقیقت نیاز به عبادت تجاری نداره. عبادت از روی محبت عبادتی است که انسان عظمت الله متعال را در قلب خود قبول کنه و یقین به عظمت الله متعال داشته باشه. بعدا الله متعال را باز میتونه که به محبت و با شناختی که از الله متعال داره عبادت کنه و بعدیش هم اطاعت است. ببینید اطاعت چرا مهم است در امر عبادت؟ اطاعت به معنای از این که ما باید مطابق دستور الله متعال، نه مطابق سلیقه خود، باید الله متعال عبادت کنیم، چیزی که الله متعال برای ما گفته. حالا مثلا یک نفر بیاید بگه من چون احترام زیاد به الله متعال دارم میخوایم 3 سجده کنم، مگر دیگه آیا امکان داره؟ الله متعال امر کرده که شما 2 سجده کنید در یک رکعت، مثلا مثالش. پس ما باید به سلیقه خود و به میل شخصی خود نباید عبادت کنیم، باید با اطاعت از اوامر الله متعال عبادت کنیم. ما 3 نوع عبادت داریم. یکی عبادت بردگان داریم. عبادت بردگان از روی جبر است، از روی ترس است. مثلا نماز میخوانند که الله متعال ما را به دوزخ نبره. همین قسمی که ما شما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، بعضی ها روزه میگیرن این وقتا که غضب الله سر من نازل نشه کمی خانه من محترم عزیزم بره، مال اموالم عزیزم بره. اینو میگن عبادت بردگان. دوم عبادت تجار هست.
عبادت تجار قبلا هم گفتم، حالی هم میگم، عبادت تجار اونمو عبادتی است که شخص به این نیت عبادت میکنه که من عبادت میکنم تا الله متعال مرا به بهشت ببره و در مقابل در دنیا بر من مال و اموال و فرزندان و بالاخره از نعمتهای خود الله متعال بر من بده و همون قسم روز قیامت مرا به بهشت بری. عبادت تجار هست. و سوم هم عبادت از روی محبت است که برزی میگن عبادت آزادگان. یعنی وقتی که یک شخص محبت الله متعال را در قلب خود داشته باشه، عظمت و بزرگی الله متعال را برش یقین داشته باشه و درک کرده باشه، باز الله متعال را از خاطر بهشت و دوزخ عبادت نمیکنه. نظر به شناختی که از الله داره، نظر به از او عبادت خود را انجام بده و این بسیار لذت بخش است. همون است که الله متعال بر این اشخاص آنقدر لذت ها را نصیب میگردانه که اصلا لذت های دنیایی فراموشش میشه. یکی از علما میگفت که اگر یک شخص لذت نماز تهجد و اون ملاقات خصوصی همراه الله متعال را بفهمه، در حقیقت هیچ وقت از دیگر لذت ها باز نمیتونه که برابر این لذتی که در نماز پیدا میکنه، نمیتونه اون لذت ها جایگزین این لذت شود. خیلی مهم است. حالا یک نفر بگه که بزرگترین لذت دنیا شاید چی باشه؟ حالا شاید یک نفر بگه که بزرگترین لذت دنیا داشتن یک خانه بسیار خوب است، داشتن یک موتر بسیار لوکس است، داشتن یک وظیفه خیلی خوب است، داشتن پول است. شاید برای بعضی ها بزرگترین لذت همی باشه. اما اگر کسی یک بار لذت واقعی و یک بار لذت ملاقات با پروردگار را بفهمه و در اون وقت شب که همه خوابیده هستن و الله متعال تو را به ملاقات خود دعوت میکنه و به تو توفیق میده که تو نماز تهجد ادا کنی و در اون وقت شب عبادت الله متعال کنی، پس این لذتش از تمام لذت هایی که تو در دنیا داری بزرگتر و بهتر است. چقدر زیباست. و موضوع بعدی که میخوایم براتون اشاره کنم این است که عبادت دارای آرامش است. عزیزان گرامی، اگر میخواین واقعا آرامش داشته باشین و قلبتان همیشه در حالت سکون باشه، بعدن شما روی میارین به طرف عبادت. شاید عزیزانی که همیشه در عبادت خود پابند هستن این موضوع رو حس کردن و میفهمن که می فعلا ما چی میگن. عبادت دارای آرامش است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله متعال چی زیبا میفرماند که آگاه باشین، به یاد الله متعال قلبها آرام میگیرن. باور کنین که بسیاری وقتا پول زیاد داشتن، مال زیاد داشتن یا بالاخره تمام دنیا هم اگر از تو باشه، اما اگر قلب نارام نصیبت شود و او آرامش قلبی رو تو نداشته باشی، در حقیقت حاضر هستی که تمام مال و اموال دنیا از پیش تو گرفته شود اما با یک لحظه آرامش برسی. که چقدر زیباست که ما او آرامش را میتونیم از عبادت الله متعال پیدا کنیم. و الله متعال همین قسمه که میگه که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشین که دلها و قلبها با یاد الله متعال آرام میگیره. اگر میخوای قلب آرام داشته باشی، همین قسمه که یک قصه هست، میگن که یکی از سرمایه‌دارهای دنیا خودش قصه خود را میکنه، میگه من همیشه پول مصرف میکردم در هر جای، چون خیلی پولدار هم بودم، خانه بسیار زیبا گرفتم، بهترین شرکت را داشتم، بهترین موترها را گرفتم، هر چی که میکردم قلبم آرام نمیشه. حیران بودم که چی کار کنم. میگه بالاخره روز از روزها که میگه من رفتم به یک از بنیادهای خیریه و بر از اونها کمک کردم. میگه که یک یتیم دست ما گرفت، میگه به طرفم نگاه کرد، خوب به طرفم دید، گفتم که چطور این قسم به طرفم میبینی؟ گفت من این قسم به طرف چهره تو میبینم که در روز قیامت در نزد الله متعال استاد شو و بگویم که همین شخص بود که در دنیا دست ما را گرفت. میگه همون بود که من اصل آرامش را در کنار از اینها پیدا کردم و فهمیدم که این کمک کردن،
این نصرت کردن و در حقیقت ای که الله چیز را که امر فرموده ما مطابق از او کار کردیم و بالاخره دست بعض بیچاره ها و یتیم هایی را که گرفتیم، یعنی ما توسط از این آرامش پیدا کرد. و علمای اهل اسلام که امام غزالی رحمه الله میگه عبادتی که دل را آرام نکنه پوسته است، حقیقت نیست. اگر ما عبادت میکنیم بفهمیم که توسط اینمی عبادت قلب ما آرام میشه. اگر اینمی عبادت ما قلب ما را آرام نکرد، در حقیقت این عبادت واقعی نبود. و دومش امام نووی رحمه الله میگه خشوع روح عبادت است و خشوع بدون آرامش قلب ممکن نیست. و مقسم ابن تیمیه رحمه الله میگه که در دنیا بهشتی است، هر کس وارد از اون نشوه به بهشت آخرت هم نمیرسه. بسیار زیبا بود ازش پرسان کردن که چطور یعنی بهشت؟ میگی که بهشت وجود داره. گفت او بهشت ذکر خداوند و انس با او است. یعنی انسان تا که به این بهشت نرسه که قبل از مرگ است، هیچ وقت نمیتونه به بهشت بعد از مرگ برسه. ذکر خداوند و انس با او. و در اخیرم ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که دل انسان جز با عبادت خدا آرام نمیشه و هر آرامشی که غیر از عبادت الله متعال باشه کلش موقتی است. شاید بعض ما وقتی که دل نارام داشتیم به یک کار خود را مصروف کردیم، به یک جای رفتیم، به یک تفریح رفتیم، موقتا دل ما آرام شد، قلب ما آرام شد. اما این را بفهمین که او دائمی نیست و موقتی است. پس اگر میخواهیم به آرامش واقعی برسیم و با یک دل آرام زندگی کنیم، هیچ راه دیگر وجود نداره مگر اینکه خود را متوسل به عبادت بسازیم. عزیزان گرامی به همه قدر اکتفا میکنیم. انشالله که از این برنامه ما مفهوم گرفته بتانیم و انشالله که برای همه شما مفید واقع شده باشه و ما هم کوشش میکنیم که بهترین برنامه ها و بهترین سوژه ها و موضوعاتی که واقعا نیاز هست که ما باید بفهمیم همون موضوعات را انشالله بالاش بحث داشته باشیم. و در اخیر هم باز هم از شما خواهان حمایت هستم و اگر این موضوع برای شما مفید واقع شد پس حتما چینل ما را سابسکرایب کنین و برای دوستانتان این برنامه را بفرستین تا اونا هم از این برنامه مستفید شوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی.